سلام به شما، به این کاوش عمیق خوش اومدید. این برنامه با استفاده از منابعی که آقای میثم شکریپور گردآوری کردن تهیه شده. امروز یه سفر خیلی فشرده داریم توی تاریخ حیات. یعنی از اون اولین جرقه‌های شیمیایی شروع می‌کنیم تا برسیم به انسان امروزی. سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز با هم یه سفر فوق‌العاده داریم، سفری در زمان، از اون لحظه‌ای که انگار حیات از هیچی شروع شد تا پیدایش اولین انسان‌ها. میخوایم ببینیم این داستان باور نکردنی خب بر اساس شواهد علمی چه مسیری رو طی کرده. آماده اید؟ حتماً. نگاهمون کاملاً به شواهد علمیه. از فسیل‌ها گرفته تا تحلیل‌های ژنتیکی و آناتومی مقایسه‌ای که توی این منابع بهشون اشاره شده. عالیه. خب پس بیایید از اول شروع کنیم. 4.6 میلیارد سال پیش زمین. یه گوی داغ و مذاب، درسته؟ دقیقاً. بعد که سرد شد، اقیانوس‌ها شکل گرفتن، اقیانوس‌های پر از مواد شیمیایی. یه چیزی مثل یه سوپ اولیه. آمونیاک بود، متان بود. و سوال اصلی اینه که چطور از این مواد بیجان حیات یهو جرقه زد؟ ببینید منابع میگن کمتر از 4 میلیارد سال پیش یه سری مولکول‌های پیچیده مثل RNA به وجود اومدن. نکته مهم اینه که این RNA هم میتونست اطلاعات رو حمل کنه، هم مثل یه آنزیم عمل کنه، یعنی واکنش‌ها رو راه بندازه. آها، پس قبل از DNA بوده؟ بله، بهش میگن فرضیه دنیای RNA. انگار یه جور سیستم عامل اولیه برای حیات بود، قبل از اینکه DNA که پایدارتره بیاد و کار اصلی رو دست بگیره. پس این مولکول‌های اولیه خودشون رو تکثیر می‌کردن؟ دقیقاً، خود همانندساز بودن. بعداً اینا با یه غشا احاطه شدن یه چیزی شبیه پیش سلول. متابولیسم و تولید مثل خیلی ساده‌ای داشتن. یعنی یه جور حباب زنده اولیه. یه همچین چیزی. و تازه بعداً توی همین محیط بود که DNA تونست تکامل پیدا کنه. و یه ایده خیلی مهم که تو منابع هم هست، فرضیه دنیای RNA. یعنی RNA هم اطلاعات رو حمل می‌کرده، هم خودش میتونسته واکنش‌ها رو راه بندازه، مثل آنزیم عمل می‌کرده. یه جورای خودکفا بوده. بعد این RNA ها انگار رفتن داخل یه حباب چربی، یه غشا و شدن اولین سلول‌های اولیه. بعدن البته این وظایف تقسیم شد. DNA پایدارتر شد برای نگهداری اطلاعات، پروتئین ها هم شدن متخصص کاتالیز واکنش ها. و انرژی این کار از کجا می اومده؟ منابع به احتمالاتی مثل انرژی رعد و برق یا منابع گرمایی اعماق اقیانوس اشاره می‌کنن. بعدتر هم که فتوسنتز را افتاد با پروکاریوت‌ها، دیگه انرژی خورشید منبع اصلی شد. خب از تک سلولی ها چطور رسیدیم به موجودات پیچیده تر؟ قدم بزرگ بعدی موجودات چند سلولی بودن. این یه پیشرفت عظیم بود چون سلول‌ها تونستن کارهای مختلف رو تخصصی انجام بدن. تقسیم کار پیش اومد و خب این باعث شد کل موجود کارآمدتر و پیچیده تر بشه. و اولین فسیل‌ها چی؟ گفتین مربوط به باکتری هاست؟ بله، قدیمی تریناشون اجتماعات باکتریایی هن به اسم استروماتولیت، مال حدود 3.5 میلیارد سال پیش. اما اتفاق واقعا بزرگ میدونید ظهور فتوسنتز اکسیژنی بود. فتوسنتز اکسیژنی یعنی تولید اکسیژن؟ بله، توسط سیانوباکتری ها. این میکروب های خیلی کوچیک شروع کردن به تولید اکسیژن به عنوان محصول جانبی. وای، یعنی همین موجودات ریز کل جو زمین رو تغییر دادن؟ دقیقاً. این اتفاق که بهش میگن رویداد بزرگ اکسیژنی حدود 2.4 میلیارد سال پیش افتاد. بازی رو کاملاً عوض کرد. اکسیژن برای خیلی از موجودات اون دوره سمی بود. باعث یه انقراض بزرگ شد. عجب. ولی از طرف دیگه راه رو برای تکامل حیات پیچیده‌تر، حیاتی که از اکسیژن استفاده میکنه، باز کرد. پس یه جورایی هم سازنده بود هم مخرب. کاملاً. و اینجاست که سلول‌های پیچیده‌تر یعنی یوکاریوتی‌ها وارد صحنه میشن. چطوری اینا به وجود اومدن؟ اینجا همون نظریه درون همزیستی مطرح میشه، درسته؟ آفرین. نظریه میگه یه سلول بزرگتر اولیه، یه باکتری هوازی کوچیکتر بلیده، قورت داده. آها. ولی به جای هضم کردنش باهاش همزیست شده.
اون باکتری کوچیکه تبدیل شده به نیروگاه سلول، یعنی همون میتوکندری که ما هم توی سلولامون داریم. انگار یه ژنراتور کوچیک داخل سلول نصب شده. دقیقاً همینطوره و بعداً همین مدل اتفاق برای باکتریای فتوسنتز کننده هم افتاد. اونا هم بلیده شدن و تبدیل شدن به کلروپلاست توی سلول‌های گیاهی و جلبک‌ها. اثرش هنوز توی تک تک سلول‌های ما هست. بله، میراث میلیاردها سال تکامله. خب حالا میلیاردها سال میگذره و حیات تصمیم میگیره از آب بیاد بیرون. گذار به خشکی. چه چالش‌هایی بوده؟ خیلی زیاد. چالش‌ها خیلی جدی بودن. اول از همه تنفس. دیگه آبشوشی نبود، باید شش تکامل پیدا می‌کرد برای تنفس هوا. بعد مشکل از دست دادن آب بدن هم بوده حتما. دقیقاً، جلوگیری از خشک شدن پوست. دیدن توی هوا فرق می‌کرد با دیدن زیر آب. تحمل تغییرات شدید دما روی خشکی و شاید مهمتر از همه جاذبه. جاذبه؟ بله، توی آب بدن شناوره ولی روی خشکی باید وزن بدن رو تحمل می‌کردی. برای همین نیاز بود به اندام‌های حرکتی قوی، یعنی پا و یه اسکلت محکم‌تر. منابع به تغییرات اسکلتی خاصی اشاره می‌کنن؟ بله، مثلا تغییر توی ساختار کمربند شانه‌ای و لگنی و نحوه قرار گرفتن پاها زیر بدن برای تحمل وزن. اما حتما مزایایی هم داشته دیگه خروج از آب. قطعاً مهمترینش دسترسی به اکسیژن بیشتر بود. اکسیژن توی هوا خیلی بیشتر از آب حل شده است. بسیار خوب. کم کم داریم میرسیم به نخستی‌ها و اجداد خودمون. ویژگی‌هایی مثل دست‌های گیرنده، دید بهتر برای زندگی روی درخت‌ها، اینها تکامل پیدا کرد. بله. کی مسیر ما انسان تباران از بقیه نخستی‌ها جدا شد؟ حدود 7 میلیون سال پیش. این اتفاق توی آفریقا افتاد. خط تکاملی ما، یعنی انسان تباران یا هومنینز، از خط تکاملی که به شامپانزه‌های امروزی میرسه جدا شد. و اولین ویژگی کلیدی که ما را متمایز کرد چی بود؟ راه رفتن روی دو پا، دوپایی. این یکی از اولین و مهمترین تغییرات بود. مثل لوسی؟ دقیقاً. لوسی که از گونه استرالوپیتکوس آفارنسیس هست، یه نمونه خیلی معروفه. مال حدود 3 تا 3.5 میلیون سال پیش. میتونست روی دو پا راه بره ولی مغزش هنوز نسبتاً کوچیک بود. تقریباً اندازه مغز شامپانزه و هنوز یه سری سازگاری‌ها برای زندگی روی درخت هم داشت. پس یه جورایی بینابین بوده. بله، یه مرحله گذار مهم. و بعد نوبت رسید به سرده هومو، یعنی جنسی که ما هم بهش تعلق داریم. انسان. اول هومو هابیلیس رو داریم، یعنی انسان ماهر. حدود 2 میلیون سال پیش. مغزش بزرگتر شده بود و مهمتر این که اولین ابزارهای سنگی رو می ساخت. فرهنگ اولدوان. پس ابزارسازی از اینجا شروع شد. بله، یه جهش شناختی مهم بود. بعد از هابیلیس، هومو ارکتوس یا انسان راست قامت اومد. حدود 1.8 میلیون سال پیش به بعد. ارکتوس تغییرات خیلی چشمگیری داشت. بدن بزرگتر، نسبت اندامها شبیه ما، یعنی دستها نسبت به پاها کوتاه‌تر. ابزاراش هم پیشرفته تر شد. بله، ابزارهای پیچیده‌تر آشولی رو می ساخت. از آتش استفاده می کرد و نکته خیلی مهم اینه که اولین گونه انسان تباری بود که آفریقا را ترک کرد و به آسیا و اروپا رفت. عجب مهاجرتی. بله، گسترش پیدا کرد. و در نهایت هوموساپینس، یعنی ما، انسان خردمند. بله، گونه ما هوموساپینس حدود 300 تا 200 هزار سال پیش توی آفریقا تکامل پیدا کرد و حدود 60 تا 50 هزار سال پیش شروع کرد به پخش شدن توی کل دنیا. موج دوم خروج از آفریقا. جالبه که میگن ما با گونه‌های دیگه هم برخورد داشتیم. دقیقاً. تحلیل‌های دی ان ای نشون میده که اجداد ما وقتی از آفریقا خارج شدن با انسان تبارهای دیگه‌ای که قبلا اونجا بودن مثل نیاندرتال‌ها و دنیسوواها برخورد و حتی آمیزش داشتن. پس یه مقدار از ژن‌های اونها هم در ما هست. درسته، در خیلی از جمعیت‌های امروزی غیر آفریقایی رد پای ژنتیکی نیاندرتال‌ها دیده میشه. پس ببینید چه مسیری رو اومدیم. از اون مولکول‌های ساده اولیه توی سوپ باستانی رسیدیم به انسانی که امروز نشسته و داره به همین تاریخچه فکر میکنه. این بررسی عمیق با استفاده از منابع گردآوری شده توسط آقای میثم شکریپور تهیه شده بود. ممنون که با ما بودید.
تا کاوش بعدی.